با نام و یاد حضرت دوست و عرض ارادت به ساحت قدسی حضرت روح الله بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و عرض ادب به پیشگاه رهبر فرزانه انقلاب و آرزوی توفیق برای دولت کریمه. سلام و عرض ادب دارم حضور قلب‌های نازنین و اندیشه‌های بارور شما که از ساعتها قبل به یمن حضور یکی از بهترین‌های ایران زمین و گیلان زمین اینجا گرد هم آمدید. همونطور که حضار محترم میدونن و اصحاب رسانه‌ای و همکاران عزیزم، تأسیس مرکز بین المللی علوم اعصاب در هانوفر آلمان که INI گفته میشه و اقدام به تأسیس بیمارستان جدید فوق تخصصی در رشت از جمله ابتکارات جناب پروفسور عزیزمون هست که امروز من شایسته دیدم که یکی از مواردی رو که در تشریف فرمایی ایشون بهش اشاره بکنم این موضوع باشه. همه شما پروفسور مجید سمیعی، این عزیز اندیشمند گیلانی برجسته رو به نیکی میشناسید، اویی که جهان اکنون به او افتخار میکنه. پس به افتخار این گیلانی و ایرانی عزیز متشکرم. درود می‌فرستیم به روح پرفتوی حضرت امام و آرزوی سعادت و سلامت داریم برای مقام معظم رهبری، همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی و همه اندیشمندان و بزرگانی که در این جمع بزرگ جمع شدند که تقدیر بکنن از دانشمندی برجسته و جهانی و کسی که افتخار کشور و میهن اسلامی ما ایران هست و همچنین فرزند برومند استان گیلان هستند. جناب پروفسور، تمام دوستان و مسئولین و مدیران و دانشگاهیان و همچنین رؤسای دانشکده ها، رؤسای بیمارستان ها، اساتید ارجمند، دستیاران تخصصی و دانشجویان و صاحبان خرد و اندیشه جمع شدن که افتخار بکنن به حضور استعالی در استان گیلان. شما که در حقیقت کرسی جهانی مغز اعصاب برای شماست و همچنین بنیانگذار قاعده جمجمه جراحی مغز اعصاب در دنیا هستید، شما که بنیانگذار مراکز جراحی مغز در آلمان، در چین و در آرژانتین و در نقاط مختلف دنیا به خصوص در ایران اسلامی بودید و همچنین حضرت عالی همت فرمودید که ما بتوانیم در استان گیلان با حمایت‌های جناب عالی و دولت محترم مرکزی رو در سایت دانشگاهی لاکان بسازیم که به نام شما مزین شود. ما جا داره که همینجا از همه مسئولین استان هم تشکر بکنیم از حضور فعال و پیگیر استاندار محترم که این دعوت رو مسبب شدن که ما برای 4مین بار در چند سال گذشته حاضر به حضور حضرت عالی باشیم در این استان که بسیار برای ما مؤثر و مفید هست. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم تشکر میکنیم که حضور فعالی رو داشتن و علاقمند به حضور جناب عالی در استان هستند. از جناب حاج آقا عاشوری هم حتما دعوت کردیم که بیاناتی رو هم به عنوان نماینده استان گیلان در مجلس و همچنین ریاست مجمع نمایندگان استان در حضور استعالی داشته باشن که بهره‌مند خواهیم شد. همچنین از همه اندیشمندان و مسئولین و نمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان تشکر میکنیم و حضرت آیت الله قربانی هم پیام خوش آمد داشتن برای حضرت عالی و فرمودن که به علت مشغله‌ای که داشتن امشب رو از حضور در جلسه معذور خواهند بود. انشالله در فرصتی تا فردا انشالله دیداری خواهد بود. به هر حال ما اینجا جمع شدیم که حضور اندیشمند ما رو در سطح بین المللی گرامی بداریم و با حمایت‌های ایشون بیمارستانی رو که با نام ایشان مزین هست هر چه زودتر به پیش ببریم و جناب استاندار هم قول دادن که ما بتونیم با مسکن شهرسازی کشور و معاونت عمرانی مسکن شهرسازی فردا هم بازدیدی از بیمارستان داشته باشیم که انشالله این پروژه پیشرفت مناسبی رو داشته باشد که در شأن جناب عالی و استان و مردم عزیز ما هست. اون چرا که
انتظار داریم علاوه بر این مسائل تأثیرگذاری حضور ازداری هست بر پیشرفت علوم و فنون جراحی اعصاب در استان گیلان هست که قطعاً با راه اندازی این بیمارستان و مراکز تحقیقاتی که به نام ازداری خواهد بود، دانشگاهیان و به خصوص نسل جوان که شما الگوی بسیار مناسبی برای این نسل هستید که